استاد آقای محمد جاوانی از فرهیختگان فرهنگی هستند و از نویسندگان زبردست و توانا. واقعا شناخته شده هستند. در شهر قوچان یکی از اعاظم شهر قوچان هستند. عضو برجسته فرهنگی خراسان بودم. مدت 4 سال شهردار قوچان بودم. محمد جاوانی هستم، متولد قوچان در محله بسیار زیبای حاج ملکی به دنیا آمدم. در محله‌ای که درخت‌های سنجدش آویز شده بود به تو خیابون، درخت‌های مو و بلبل‌ها مشغول خوندن بودن، باغ شازده و هزاران مسائل دیگر که وجود داشت. از پدری به نام میرزا احمد خان و مادری به نام زبیده که پدرم مأمور اجرای دادگستری بود، درست همزمان با اینکه دادگستری رفته بود که داد را در حقیقت بگستراند، اول چشم ما باز شد به جمال مردم و به جمال افرادی که دوربر ما بودن روشن شد که بچه ها سونجی ما نبودین که پسره. مطالعات بسیار زیادی در زمینه قوچان شناسی، مردم شناسی قوچان، جامعه شناسی قوچان، افراد شاخص و برجسته قوچان کارهای متفاوتی کردن، کتاب‌های زیادی چاپ کردن. کتاب‌های مردم شناسی دارن، کتاب‌های غذاهای سنتی قوچان در ارتباط با غذاهای سنتی قوچان هست. مؤسس خیریه بودن، بنیانگذار خیریه بودن، خیلی زحمت کشیدن برای خیریه. ایشون بی نظر آمدن و با همکاری دوستانی که ایشون نمیشناختن اینجا تأسیس شد. همیشه در هر جا بودن وجودشون مؤثر بوده و اثرگذار بوده. و هر جایی صحبتی از ایشون شده به حق شایسته مقام استادی را دارن. خدمتشون عرض بکنم توصیه‌ای که فرمودند به همکارای آموزشی که بندم افتخار 7 سال خدمت آموزشی داشتم. ایشون معلمی بودند که خدمت صادقانه خودشونو از اولین ساعات خدمتشون در این روستا در سال 1325 مهر ماه 25 آغاز کردن. 70 سال پیش بنده 5 ساله که دنبال رو بقیه همکلاس ها که نه پیشکسوت های آموزشی خودم بودم. معمولا آقای جاوانی زحمت میکشیدند
عصر روز آموزشیشون بچه ها رو راه مینداختن برای پیاده روی و به ورزش علاقه خاصی داشتن. در این دره که به طرف کوه میره به اسم زو، اونجا یه راه عبور نه دره‌ای بود روی شنها که شنهای روان از بالا می اومد. من هم قادر به حرکت و راه پیمایی در اونجا نبودم، ایشون منو به دوش می گرفتند. به افتخار در آنجا مرا برای همراهی با بقیه که پس نمونم بالا میکشیدم. این افتخار برای من که در خدمت چنین استادی بودم. استاد بزرگوار، پیر و مرشد نه تنها زورم بلکه خراسان بزرگ یا حداقل خراسان شمالی و خراسان رضوی فعلی. ما مفتخریم که در خدمت شما و همراهان عزیز شما که این افتخار رو به ما دادید و ما به یاد بوده 70 سال خدمت شما در این مرز و بوم امروز در خدمتتون هستیم. آقای کربلایی عبدالحسین سپاهی جزو قدیمی ترین و مسن‌ترین دانش آموزان و تقریبا همسن استاد جوانی هستند. وقتی که مدرسه بودن ایشون نامزد داشت. و این دفتری هم که از 70 سال پیش به یادگار نگه داشتن. ایشون 70 سال این خط آقای جوانی هست و صفحه بعدی متن و مفهوم ریاضی اون زمان رو مقایسه بکنید. کلامش رو می‌نویسه زاویه بر 3 قسم است: حاده، منفرجه و قائمه. صفحات بعدی دستخط خود آقای سپاهی هست، دانش آموز 3 ابتدایی، 4 ابتدایی. بله. و از 70 سال پیش به یادگار نگه داشتن. برای کیف و تفریح قرار شد که فردا رویم جانب کوه و دشت‌های زیبا. همین که سر زد از کوه خورشید زرد شیدا، جهان تاریک را با نور خود مطلع کرد و نمود اخبار حاضر باشید حالا. تفنگ در پشت من ساک گردن جمالی، هی میگذشت در سر اندیشه و خیالی. لشکری آمد از دور سارق گرفته در دست، گمان کنم قرار مان فتیر با مسکن. به پاس خدمات شما یه تندیس ناقابلی، من میگم میهمان ماندگار، یعنی کسی که معلم و میهمان شده و همچنان ماندگار شده. میگه نویسد محمد به اوراقش از زوئرم یادگار، بماند مهر او به دلها چو میهمانی ماندگار. این لوح سپاس معلم گرانقدر استاد محمد جوانی به پاس 70 سال همراهی با شاگردان و اهالی روستای زوئرم از زحمات شما بزرگوار قدردانی می‌نماییم. استاد محمد جوانی ایشون چهره ماندگار تاریخ قوچان هست. اینجا هم دیدیم تکراری نشه دیگه، میشه استاد محمد جوانی میهمان ماندگار زوئرم. ببخشید اگر ما تو را کتک زدیم. این بر آقای این بر خوشحالم یکی از
روزهای بسیار خوب زندگی منه که بعد از 70 سال دوستان قدیمی با محبت را دیدار میکنم. یعنی هیچ وقت فراموش نمیشه. همیشه شما در قلب من جا داشتین و الان هم جا دارید. به همه زهرمی ها من احترام میگذارم. اونهایی که بودن و حالا نیستن، اونهایی که نهایت محبت را میکردن، اونهایی که همیشه در شادی و غم با من شریک بودن و اونهایی که انسانیت داشتن، شرافت داشتن. تا بهار دلنشین آمده سوی چشم